سلام و درود بر شما دنبال کننده های کانال یوتیوب من. احسان قاسمی هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی در حوزه روانشناسی موفقیت، روانشناسی ثروت و روانشناسی رشد حیطه نوجوانان. قراری که در این جلسه ادامه کتاب زیبای آیین دوستیابی رو با هم دیگه داشته باشیم. بنام که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. قبل از این که به مطالب کتاب بپردازیم، از شما عزیزان میخوایم که حتما ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار اون رو فعال کنید و اگر دیدگاهی، انتقادی، پیشنهادی یا نقطه نظری دارید حتما زیر همین ویدیو برای ما کامنت کنید تا ادمین عزیز ما اون رو بررسی کنه و ما بتونیم در این راستا برای شما بهترین محتوا رو آماده کنیم و به نمایش بذاریم. خب بپردازیم به مطالب این جلسه و ادامه کتاب زیبای آیین دوستیابی در ارتباط با تحسین و تقدیر از انسان‌ها. در واقع خیلی مهمه که صادقانه و صمیمانه انسان‌ها رو تحسین کنیم. خیلی وقتا پیش میاد که ما تملق، چاپلوسی و چرب زبانی رو با تحسین و تمجید اشتباه میگیریم. یادمون باشه که تفاوت تحسین با تملق در صداقت. تحسین یعنی بیان خصوصیات مثبت یا ویژگی‌های مثبت طرف مقابلتون به صورت کاملا صادقانه و حقیقی. اما تملق اثر این است که شما یا از طرف مقابلتون میترسید یا میخواهید از اون منافعی رو به دست بیارید و به دروغ از اون تعریف و تمجید میکنید. فلورنس زیگفرید، تهیه کننده برنامه تلویزیونی برادوی، شهرت خود را با استعدادی که در تحسین دختر آمریکایی داشت به دست آورد. او زنان نازیبایی را که هیچ کس حاضر نمیشد دوبار آنان را نگاه کند از خیابان به روی صحنه آورد و آنان را تبدیل به زنانی زیبا و تحسین برانگیز کرد. زیگفرید که به اهمیت تحسین و اعتماد به نفس پی برده بود، تنها از راه تشویق و تحسین زنان را وادار می‌کرد خود را زیبا ببینند. او مرد عمل بود. حقوق خوانندگان را از هفته‌ای $30 به $175 افزایش داد. او شوالیه هم بود. در شب افتتاح فولی تلگرافی به همه دختران شرکت کننده در نمایش فرستاد و یکایک آنان را غرق گل‌های سرخ آمریکایی کرد. خب بس می‌بینید انسان‌هایی که تونستن بدرخشن، انسان‌هایی که در طول تاریخ ماندگار شدن، انسان‌هایی که ما امروز به نیکی از اونها یاد می‌کنیم. ما کاری به افرادی که فاتحان تاریخ بودن، جنگجویان بودن نداریم. ما در مورد افرادی صحبت می‌کنیم که امروز از اونها به نیکی یاد میشه. افرادی هستند که قدرت بالایی در تحسین و تقدیر از دیگران و ارزش قائل شدن برای انسان‌ها داشتن. در واقع هنر اونها این بوده که کمک کردن انسان‌ها احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن. این بسیار مهمه که شما با تحسین واقعی، با تحسین در عین صداقت کمک کنید تا انسان‌ها نسبت به خودشون احساس بهتری داشته باشن. اکثریت مردم اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی دارن. اگر شما اونها رو سرزنش کنید، مطمئن باشید که زخم‌هاشون رو تازه می‌کنید. اما اگر اونها رو تحسین کنید، باعث میشه یک ذره اونها خودشون رو باور کنن. قرار نیست با تحسین و تعریف و تمجید من شما یک انسانی به خودباوری برسه، ولی قرار حتی اگه شده به اندازه ارزشی به او در راستای خودباوریش اضافه کنید. یک بار خواستم روزه بگیرم و 6 شبانه روز چیزی نخوردم. کار دشواری نبود. در پایین روز ششم کمتر از پایین روز دوم احساس گرسنگی می‌کردم. با این حال می‌دانم که شما هم می‌دانید برخی اشخاص تصور می‌کنند اگر به افراد خانواده یا کارکنانشان مدت 6 روز غذا ندهند مرتکب جنایت شدند، ولی همین اشخاص در دادن غذای معنوی به افراد خانواده و خدمتکارشان 6 روز و یا 6 هفته و حتی 60 سال کوتاهی می‌کنند. چقدر این جملات زیبا و ارزشمند. من سالهاست که می‌بینم در کشور خودمون، در شهر من، مردم دقیقاً اینطوری فکر می‌کنن که تنها کاری که باید انجام بدن اینه که بتونن خانواده‌شون رو از لحاظ موارد اولیه زندگی تأمین کنن. در واقع تلاش اکثریت مردان جامعه ما تلاش برای کسب معاشه. اما این یکی از ابعاد تأمین زندگی است. یادمون باشه که همسر من، فرزندان من، عزیزان من نیاز به توجه، تقدیر و تحسین من دارن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر به خودمون یا اونها غذا نرسونیم چه فاجعه بزرگی رخ داده، ولی فراموش میکنیم که باید به اونها بگیم که دوستشون داریم. خیلی بعضی وقتا شده من این جمله رو میشنوم که این که من از صبح تا شب دارم کار میکنم، این همه برای خانواده زحمت میکشم، نشون نمیده دوستشون دارم، حتما باید اینو بهشون بگم. بله، این یه مهارته. وقتی این کار رو انجام نمیدید به طور جالبی در طول زمان اینها انباشته میشه و تبدیل میشه به ناراحتی، رنجش، و اون رنجش دلسردی میاره و بعد ما برمیگردیم میگیم چرا روابط ما به سردی گذاشته، چرا دیگه اون عشق اولیه ما بین ما نیست.
خیلی از زوجایی رو که هنوزم بچه دار نشدن میبینم که میگن یادش به خیر دوران نامزدی، یادش به خیر دوران عقد، یادش به خیر دوران ماعسل. ای کاش هیچ وقت ازدواج نمی کردیم، چون بعد از مدتی همه چیز تکراری شد. دیگه اون عشق قبلی وجود نداره، اون اشتیاق قبلی وجود نداره، اون احساس خوب قبلی وجود نداره. من میگم یکی از دلایلش، نه همه دلایل، یکی از دلایلش همینه که ما بعد از مدتی فراموش میکنیم که باید از جملات زیبا و عاشقانه برای هم استفاده کنیم. فکر میکنیم این جملات مخصوص دوران نامزدی است، در صورتی که وقتی زندگی شروع میشه اتفاقاً استفاده از این جملات کاربرد بیشتری داره. میگن یک روزی یک خانمی که 40 سال زندگی مشترک با همسرش داشت دچار افسردگی شده بود. وقتی که به روانشناس مراجعه کرد و با روانشناس صحبت کرد، او ازش خواست که شوهرش رو هم به جلسه مشاوره بیاره. روانشناس برگشت به شوهر اون خانم گفتش که چرا به همسرت ابراز محبت نمی کنی؟ گفت یعنی چی؟ گفت یعنی این که چرا بهش به صورت کلامی نمیگی که دوستش دارم؟ گفت خانم دکتر من گفتم 40 سال پیش بهش گفتم که دوستش دارم. 40 سال پیش. خیلی مضحکه واقعا. بعضی از آقایون ما اعتقاد دارن که اگر از این جملات استفاده کنن خانماشون پررو میشن، اما در نظر نمیگیرن که اگر این جملات رو استفاده نکنن همسرانشون نسبت به اونها دلسرد میشن. و عجیبه که یکی از دلایل تمام تنش‌هایی که بین خانواده هاست همین موضوعه. این یک مهارته، یک هنره. یادمون باشه زندگی هنره. وقتی میگیم هنر یعنی باید شما راه و رسمش رو یاد بگیرید. خب وقتی آلفرد لونت در ریونیون اینوینیا نقش برجسته ای را بازی میکرد گفت به هیچ چیز به اندازه غذا برای عزت نفسم نیاز ندارم. ما غذای مورد نیاز خود، فرزندان، دوستان و زیردستان را فراهم میکنیم، ولی به ندرت پیش می آید که مناعت طبع آنان را تغذیه کنیم. بیفتک و سیب زمینی می دهیم تا انرژی بگیرن، اما در گفتن جمله تحسین آمیز که سالها در ذهن و باطن آنان طنین انداز خواهد بود کوتاهی می کنیم. خیلی وقتا یه تشکر ساده بالاتر از هزاران پرس غذاست. خیلی وقتا اثری که یک تحسین داره هزاران سرزنش نداره. اینو یادمون باشه، بر نگردیم بگیم که میدونی ما ایرانی ها با توهین و تحقیر و سرزنش بزرگ شدیم، وقتی ما رو تحسین میکنن سرمون گیج میره، بهتره که این کار رو نکنیم. اینا همش یک سری باورهای غلط، پوچ و بیهوده است. همه انسان ها از یک ذات مقدس سرچشمه گرفتن که دوست دارن مورد تحسین واقع بشن. همه ما از ذات خداوند هستیم، به همین دلیل دوست داریم که از ما تقدیر بشه، دوست داریم که مورد توجه قرار بگیریم. پل هاروی در یکی از برنامه‌های رادیویی به نام بقیه داستان نشان داد که یک تحسین صادقانه چطور میتواند زندگی یک نفر را تغییر دهد. او طی یک گزارش گفت سالها پیش آموزگاری در دیترویت از استیو موریس خواست که کمک کند موشی را که در کلاس گم شده است پیدا کند. توجه داشته باشید که او به این ترتیب واقعیتی را که در طبیعت در وجود استیو نهاده بود و نه کس دیگری مورد تحسین قرار داد. طبیعت به استیو یک جفت گوش فوق‌العاده تیز بخشیده بود تا جبران نابیناییش را کرده باشد. اکنون نخستین باری بود که استیو برای داشتن گوش‌های تیزش مورد تحسین قرار می‌گرفت. اکنون پس از سالها او میگوید که این تحسین موجب آغاز زندگی جدیدی برای او شد. توجه داشته باشید که از آن زمان او استعداد شنواییش را پرورش داد و این ادامه یافت تا اینکه استیو واندرز یکی از خوانندگان بزرگ پاپ و سراینده ترانه‌های دهه 70 شد. یعنی تبدیل شد به یک خواننده معروف فقط به خاطر اینکه یک فردی به خصوصیتی که او داشت توجه کرد، ویژگی تیز بودن گوشهاش رو تحسین کرد. چقدر جملات ما در
زندگی خودمون و دیگران تأثیر گذارن. این بحث نفوذ کلامه. وقتی ما به یک فردی میگوییم که این ویژگی مثبت رو داره، باور کنید که خیلی وقتا مسیر زندگیش به واسطه اون صحبت ما تغییر میکنه. این در مورد استیو واندرز اتفاق افتاد. مطمئنا در مورد من و شما هم اتفاق میفته. ممنون که یک جلسه دیگه با من همراه بود. در پایان از شما عزیزان میخوام برای اینکه در جریان آخرین اخبار، اطلاعات، محتواها، سمینارها و کارگاه‌های من قرار بگیرید، سایر پلتفرم‌های ما در فضای مجازی به خصوص سایت استادقاسمی.com رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. پاینده باشید.